سه صفر گفتم که به عنوان پاک کننده یا همون کلیر و باز کننده رنگ یا همون لیفتر بچه ها در مو عمل میکنه همون جوری که توی تیتر هست. گفتم باز کننده رنگ، یعنی دومیش رو همون لیفترش رو فعلا بگم. به عنوان لیفتر چه کار میکنه؟ مثلا به عنوان مثال من میخوام اینو خیلی باز کنم. یه رنگ داریم مثلا 8 7 شکلاتی، اوکی، ولی ما رنگ 9 شکلاتی رو نیاز داریم. 9 رو نداریم داخل سالن، اوکی، ولی 8 رو داریم. 8 موجوده، 9 نیست. حالا چه کار کنیم که ما بتونیم 9 رو به دست بیاریم با استفاده از سه صفر؟ حالا شاید بگید آقا سه صفر که اصلا پاک کننده بود، آره، ولی ما که نمیخوام همش رو سه صرف بریزیم، چون که سه صرف یک مثل تیوب رنگ عادی میمونه. اولین چیزی که بهتون بگم بچه، مثل تیوب رنگ های عادی میمونه، حالا هر رنگی که اسم ببرید، ولی بی رنگه، اوکی. که حالا یه سری چیزاشو توی بخش پاک کننده بهتون میگم، حالا تا اینجا داشته باشید. حالا ما اینجا مثلا میخوام رنگ 9 7 رو به دست بیاریم. ما 8 7 رو داریم، 8 7 رو استفاده میکنیم. مثلا فکر کنیم میخوای 60 میل استفاده کنیم، 60 میل، اوکی. 40 میلش رو، اوکی، 40 میلش رو 8 7 استفاده میکنیم، به علاوه یک سوم رنگ، یعنی 20 میلش رو سه صرف، به علاوه یک سوم بچه سه صفر. یعنی ما با این ترفند به این رسیدیم، به اینجا، به این رنگ 9 7مون رسیدیم که رقیقش کردیم، اوکی. این به این رنگ رسیدیم، قشنگ تونستیم با این ترفند سه صفر به عنوان لیفتر استفاده کنیم و یک پایر تیوب رنگ رو لیفت کنیم. به این درد میخوره. حالا مثلا من یکم سخترش کنم، استفاده اصولی. به عنوان مثال ما میخواد سه تا تیوب رنگ نو استفاده کنیم، اوکی. مثلا نوع صفر، نوع صفر رو داریم، 10 1 رو داریم و 10 31، یعنی بژ گرم. این کامله، اینو داریم داخل سالن. نوع صفر و 10 1 رو ما نمیاییم بچه ها با 10 31 قاطی کنیم. این نکته خیلی مهمه ها. حالا من کردمش دو رنگ، اگه واسه یه رنگم بود همین کار رو انجام میدیم، اوکی. اگر برای یک رنگم بود این ترفندی که الان میگم رو انجام میدید. ما نوع صرف و 10 1 نداریم، ولی بجاشون 8 0 و 9 1 رو داریم. حالا میخوام به این 10 1 و 9 0 برسیم. این 8 0 رو ممکنه بچه ها مثلا یکیشون رو 60 میل استفاده کنید، یکیشون 45 میل. مثلا 10 1 45 میل، اوکی، و 9 0 60 میل. حالا ما چه کار میکنیم؟ برای 10 1 دقیقه همون ترفندی که گفتم، 10 1 45 میله، ما اینجا میایم دو سومش رو، خب 8 9 1 رو استفاده میکنیم، به علاوه یک سوم بچه سه صفر، که دقیقا میشه همون 10 1 که نداشتیم، اوکی. این برای این. حالا دقیقا واسه 9 صفر هم همین اتفاق میفته. ما 8 صفر رو داریم دیگه، دو سومش رو 8 صفر استفاده میکنیم، 8 صفر به علاوه یک سوم، یعنی 20 میل. این دیگه 60 میلی بود دیگه. یک سوم سه صفر. و بعد میایم چه کار میکنیم؟ اول این رو قاطی میکنیم. حالا هر رنگی که موجود نبود و خواستیم لیفتش بدیم با سه صفر، اونو اول میایم داخل کاسه رنگ ترکیب میکنیم و در آخر که این کارا رو دونه بدونه انجام دادیم، ما 10 31مون که کم نبوده، پس لازمی نیست که ما همه رنگا رو اول قاطی کنیم، هر سه رنگو.
و بعد بیایم 3/1 همشون بریزیم. این کاملا اشتباهه. اوکی. حالا که این کارو کردیم به 9 صفر و 10/1 رسیدیم، اون موقع میایم اینا رو با هم این سه رنگ، یعنی 9 صفر به علاوه 10/1 به علاوه 10/31. حالا دیگه به علاوه اکسیدان، اینجا دیگه میایم اکسیدان رو مثلا چه میاد 3% واسه رنگساز 2 برابرش دیگه. حالا رنگساز معمولا 2 برابر استفاده میکنیم. اینجا میایم بچه ها بعدش میایم اینو قاطی میکنیم. حواستون باشه. پس 3 صفر به این درد میخوره. حالا بریم رو بخش اولش. سلام بچه، خیلی خوش اومدید. رو بخش اولی که پاک کننده بود اونم اضافه کنم. تا اینجا سوالی نداشتید؟ سوال دارید بپرسید. فکر کنم خیلی آسون توضیح دادم. بچه دومین کارش که هم پاک کننده و البته بیشتر از پاک کننده میخواد توضیح بدم. حالا پاک کنندش بیشتر به چشم حالا شاید بیاد، برای همین تیترش رو پاک کننده زدیم. گفتیم که بچه رنگ 3 صفر یک دکوره ملایم یا پاک کننده رنگ هست که کارهای اصلیش اینه. حالا بچه یعنی چی دکوره ملایم؟ ببینید بچه توی تمام تیوب رنگا همشون آمونیاک هست. آمونیاک بچه من اینو اضافه کنم، ما موهای اسیدی داریم از 0 تا 6 و 9. 0 تا 6 من دقیقا این توضیح بدم. 0 تا 6/9 مو اسیدی حساب میشه، 7 خنثی حساب میشه و از 7/1 تا 14 قلیایی حساب میشه. خب این تو بخش تراپی هم هست. حالا یعنی مثلا شامپو بچه خنثی دیگه، نه قلیایی نه اسیدی. حالا به خاطر اینکه حالا موهای بچه به دلایل حالا مختلف اینجا نمیشه بگیم، بعد از خنثی استفاده کنیم بیشترشون، نه همشون، بستگی به ساختار موش داره. و حالا میخوایم این مطلب رو بگم که آقا ما وقتی که از یه رنگ استفاده میکنیم آمونیاک داره و مو رو قلیایی میکنه، یعنی از 7/1 تا 14. اوکی، مو رو قلیایی میکنه. پودر دکلور رنگ اینا همشون به اکسیدان ما کمک میکنن، یه جور تقویت کننده هم بینه. حالا خب پودر بیشتر و رنگا کمتر، ولی یک رنگ 3 صفر یه تفاوت نسبت به رنگای تیپ رنگای عادی دارن، مثلا شکلاتی، دودی، اینا یکی انا فقط این چی، این بیرنگه. یه تفاوتش اینجایه که رنگ غالب نیست و لیفت کننده است، یعنی یه جوری پاک کننده است. اوکی، رنگ غالب نمیشه و مو رو قشنگ میاد قلیایی میکنه، به کمک اکسیدانمون میاد و باعث میشه که چی بچه ها، که یک دکوره ملایم داشته باشیم. اوکی، یعنی مو رو بیرنگ کنه، به ملانین مو حمله کنه. اوکی. حالا فئوملانین، یوملانین که الان بهشون میپردازیم. پس این تا اینجا. حالا بریم سراغ اولین کاری که انجام میده، خنثی کردن رنگای مصنوعی موجود در مو. رنگای مصنوعی میشه چی بچه؟ مثلا فکر کنید ما یه رنگ 10/1 داریم، اینو میخواد برای ما بیرنگ کنه. گفتم که اگر قبلا رنگ شده باشه، خب مثلا ما 10/1 مثلا دودی حالا مثال زدم، یا مثلا 10 چند بگم 10 شکلاتی. 10 برای شکلاتی زیاده، مثلا من 8 همون شکلاتی. اوکی. اینا رو میخواد با 3 صفر دیگه، نه تکنیک بچه گماش کاملا اشتباه، یه چیزیه که الکی گفتم و شروع مشورت چند تا اساتیدن که الکی مستر کلاس بذارن و خلاصه مردم رو گمراه کنن. اصلا آب جوش برای بدنم بده، حالا مثلا موقعات خاصی اگه استفاده بشه، حالا اونم خیلی باید تخصصی. تکنیک های گماژ یا مثلا شامپو شیمه بچه آسیب داره. شامپو شیمه هم با زیاد چون که پودر دیگه، پودر قوی تر از 3 صفره، برای همین. پس ما باید اینجا خیلی مراقب باشیم که بچه ها اینا چطوری استفاده کنیم. بهترین راه برای بردن رنگا 3 صفره برای همچین رنگایی. حالا رنگای تیره بچه ها، مثلا پرکلاقی، 1 و 1،
چه میدونم رنگای جیغ مثل مسینا 3-0 جوابگو نیست، حواستون باشه. اونا رو دیگه باید دکوپاژ کنید. اینو همینجا من اضافه کنم که قشنگ بدونید دارم چی میگم. پس این رنگ ها با 3-0 اوکی نیست. ولی رنگ های عادی مثل رنگ های دودی، اکثر رنگ ها 80% رنگ ها رو میشه با 3-0 ما پاک کنیم. حالا چطوری؟ 1:1 به نسبت 1:1 یا 1:2، دقیقا مثل پودر دکوره با اکسیدان. حالا یه بستگی به خودتون داره. و توجه کنید اگر اینا رو با اکسیدان 3 قاطی کنید، مثلا 3-0 رو 1:1، مثلا رنگمون 10 و 1 دودیه. خب من 1:2 مثلا نسبت 1:2 من معمولا استفاده میکنم. 1:1 هم میشه. هر چقدر اکسیدانی که استفاده میکنید 3% باشه تایم مکستون میره بالاتر، 6% باشه تایم مکس میاد پایین تر، پایین و بالا. یعنی زمانی که ما هر چقدر، حتی اکسیدان نو هم میتونید استفاده کنید، ولی به تب دیگه خیلی باید حرفه‌ای تر و تایم مکس رو خیلی چک کنید. و این من میگم نو رو اصلا استفاده نکنید. 3-0 رو با 3 و 6 به جای تکنیک های شامپو شیمیایی و چی اسمش گماژ استفاده کنید که به قول معروف مو آسیب نبینه و خیلی راحت بیرنگ بشه. پس اولین کاری که برای ما انجام داد خنثی کردن رنگ‌های مصنوعی موجود در موه که قبلا رنگ شدن. حالا گفتم چه رنگایی هم نمیبره. شما میتونید به نسبت 1:2 قشنگ با اکسیدان ترکیب کنید و به راحتی مو رو بیرنگ کنید و آماده رنگ اصلیتون کنید. گفتم 2 باز کردن رنگدانه های طبیعی مو مثل ملانین. حالا ما توی ملانین مو بچه 2 تا رنگدانه طبیعی داریم، یو ملانین و من کمی دست خطم بده بچه، فئو ملانین. اوکی این دوتا رو داریم که یو ملانین داخلش رنگای مشکی هست به علاوه قهوه‌ای. فئو ملانین زرد به علاوه قرمز. خب حالا این چیش مهمه برای ما؟ من الان اینو پاک میکنم که دیگه الان قشنگ بهتون گفتم یو ملانین و فئو ملانین بدونید درارش چیه. ببین بچه وقتی ما گفتن که باز کردن رنگ های طبیعی مو که این دوتا بودن، به عنوان مثال ما یه موی داریم 2 طبیعیه. من چون اکثر اینا رو 2 و 3 طبیعیم، 2 طبیعی رو مثال میزنم. داریم روی 1 طبیعی هم داریم، بعضیا هم داریم اصلا خودشون موهاشون خیلی بازه، به ندرتن اینا دیگه، مثلا انگشت شمارن اصلا موهاشون خودشون رو قرمز و زرده. ولی من 2 رو مثال میزنم و 3 که متوجه بشه، چون اکثر مشتری‌ها اینا هن دیگه. ما باشه رنگ عادی بخوایم بدونیم، من توی پی دی اف، توی آموزش پی دی اف که اینجا لینکش رو این بالا میذارم، که گفتم که رنگای نشا رو میشه تا پایه 7 بگیریم. ولی برای مویی که پایه 2 حتی شما رنگساج پایه 7 بذارید واقعا 7 نشون نمیده برای بار اول. من گفتم تا 7 میتونیم بگیریم، نهایتا 2-3 پایه باز کنه. یعنی اگه شما 5 رو بگید شاکار کردی، خوش شانس باشه یا تا 6، ولی تا 7 دیگه نمیشه واقعا. اوکی تا 7 هرگز نمیره. حالا ما چه کار میکنیم؟ بهترین راه که خیلی میگن این دکولوره نیست، نه برادر من، وقتی شما از اکسیدان و 3-0 انجام میدید مثل دکولوره میمونه، فقط برای بار مثبت مشتری این حرفو میزنیم، وگرنه یک دکولوره ملایم حساب میشه 3-0. مثلا این نیست که شما بگید 3-0 یه دکولوره نیست، نه هست ولی ضعیفتر، به تب ضعیفتر از پودر دکولوره. اوکی ما چی کار میکنیم؟ اول میایم مو رو به عنوان مثال، من اینجا خیلی میخوام مطالب تو این قضیه 2 بگم. مثلا ما رو پایه 2ایم، اول میایم 3-0 میذاریم. خب این دکوره مثل دکوره ملایم میمونه و این پایه رو قشنگ میاد 2-3 پایه باز میکنه، یعنی میبره تا قهوه‌ای و اینا. حالا میخواد حتی تا نارنجی هم میبره، ولی میخواد نتیجه بهتر داشته باشید و هویجی طور نشه زیاد، شما می دقیقا مثل دکوره و پودر مو رو گرم نگه میدارید یا داخل فویل میذارید، یک دست میزنید دیگه.
داخل فویل میذارید و دقیقا مثل دکوره کردن تمام دکوره اول ساقه ها رو میزنید و بعد ریشه ها رو که نتیجه یک دستری بگیرید. 30 دقیقه از تایم ساقه رفت، بعد ریشه ها رو میذارید قشنگ و بعد میبینید که نتیجه یک دستر و بهتری دارید. با این روش مو بچه ها بستگی برند شما داره. درسته بیرنگ 3-0 بیرنگه خب، ولی اون برندهای اصلی یک تهرنگ آبی بنفش دارن که باعث میشه مو تا زرد بره، یعنی دیگه تهرنگ نارنجی هم نداره. اگه برندتون بد باشه و مو هم خیلی مشکل، این واسه موهایی که سالمه هیچ مشکلی ندارن، نچرالن، میتونه هویچی کنه. یعنی از این میتونید بفهمید که چه برند بهتریه 3-0ش. وقتی مو بیشتر تمایل به زرد داشت، یعنی اون برند یه تهرنگایی هم داشته. پس این یکی از اون جریاناتی که میتونید خودتون 3-0 بهتری رو تشخیص بدید. این برای این. پس ما میتونیم با این روش مو رو به عنوان مثال، من برای دوتاشون مثال میزنم، چه پای 7 باشه چه پای 8. بازم تکرار میکنم، اگه آموزش رو ندیدید لینک بالا من میذارم، قشنگ برید این آموزش رو کامل ببینید که متوجه این بشید که پای 7 و 8 دارم چی میگم. مثلا اگه پای 7 نارنجی بود، نارنجی در اومده بیشتر، یا پای 8 که زرد، حالا ما نارنجی رو در نظر میگیم که سخت داره. خب میخواد رنگی روشن داشته باشیم و گفتم بار مثبت داره برای مشتری، بار روانی مثبت، بدون دکوره نیست. دکوره است، باز تکرار میکنم، ولی ملایم تر. خب ما پای 7 رو گرفتیم، این دیگه همون دکوره حساب میشه چون مو نارنجی شده دیگه، نچرال حساب نمیشه. ما بریم به عنوان مثال رو پایه نچرال بذاریم، نه 7 میذاریم، مثلا 6 7 8. من رو پایه 7 دارم میگم. مثلا میخوام یه موکای روشن داشته باشه، برای رنگ یک دست من میخوام یه دست داشته باشم موکا رو، یه 6.77 میگیرم که یه قهوه‌ای خیلی یه دست بهم بده، اوکی بده، قوی باشه، و بعدش بهم لیفتش میکنم با یه 7 دودی، 7-1 و 8-11 خاکستری. این به من چی میده؟ این به من یک موکای نچرال میده. اوکی؟ دیگه برای مشتری نمیدونه، ما داریم با این ترفند داریم استفاده میکنیم، چیزی که حالا بابه میگم. بعد حالا برای پایه 8، پایه 8 چی میشه؟ میشه 7 8 9. از این تیوب رنگ ها باید استفاده کنید، 7-77 8-1 و 9-11. قشنگ یه موکای روشن‌تر بهتر، چون پایه 8 خب روشن‌تر بهتون میده. اینم برای این. یعنی شما میتونید با این ترفند هم استفاده کنید. حالا برای سفیدی مو، باز کردن رنگدانای مو، ببینید بچه‌ها، ما موهایی که سفیدن مثلا 50% سفیدی داریم. خب 50% سفیدی مو داریم که من اینو کامل آموزش دادم توی آموزش، گفتم که کلیپ آموزشی اگر ندیدید حتما برید ببینید. 50% سفیدی داریم. باز با همین روش دوباره میایم قشنگ تمام دکورش میکنیم، یعنی تمام 3-0ش میکنیم. دکوره ملایم بهش بگیم دیگه ما اینجا. تمام 3-0ش میکنیم با همون ترفند و قشنگ این باعث میشه که اون موهایی که تیره هست بچه به رنگای نارنجی در میان یعنی اون رنگای تیره‌تون لابلای اون سفیده بچه نارنجی و زرد میشن. شاید هم قهوه‌ای بشه، حالا بستگی داره مو سالم باشه یا نه. مثلا طرف ممکنه کراتین کرده باشه، دارم مثال میزنم. خب پایه پایین‌تر میگیریم دیگه بنا به اون پایه مثلا میگیریم. به عنوان مثال ما زدیم سفیدی ها رو کاملا، کوتیکول موش کاملا باز شده اینجا، سفیدی ها دیگه سفت و مقاوم نیستن چون لایه‌هاش برداشته شده، کوتیکول مو. و این باعث میشه که چی؟ که ما رنگ رو بتونیم روشن هم بذاریم روی سفیدی مو. این هم یکی از ترفندهای خیلی باحالش. مثلا به عنوان مثال پای 5 قفل کرده تیره ها دیگه، وقتی پای 5 ما ترکیب پای 5 دکور رو براش میزنیم بچه ها. 50% سفیدی مثلا میگم پای 5 دیگه، من دیگه پایین ترین پایه رو گفتم، مثال زدم. مثلا همون موکا 4 شکلاتی، 5 دودی و 7 خاکستری. همیشه سعی کنید وقتی از ست استفاده میکنید این نکته هم اضافه کنم، حیف نگم.
از یک رنگ اکسترا استفاده کنید حداقل که پوشش خوب رو بگیرید و رنگتون یه دست‌تر و بهتر درات. این نکته خیلی طلاییه. اگه این کار رو انجام بدید هم زودتر رنگتون میره و هم پوشش ضعیفتری خواهید داشت. اینم برای این قضیه. تا اینجا بچه سوال نداشتید؟ اگر سوال داشتید حتما بپرسید. خانم لاله گفتن اگه همه رنگ‌های مورد نیاز رو داشتیم بازم میتونیم 3 صرف اضافه کنیم برای لیفت بهتر. آره. ولی اگه ببینید من اینو بگم، ببینید شما وقتی رنگ‌های به قول معروف چجوری بگم پای 10 دارید، مثلا 9 و 10 و 11، اوکی، این ستا رو دارید دیگه، نیازتونه. خب 9 10 11 و خودتون گفتید چی؟ گفتید آقا رنگ‌های مورد نیاز رو داشته باشه. وقتی نیاز رو داری دیگه پای 10 رو داری میزنی و سه صرف به جای آب بهتر قاطیش کنی. بعضی من از آب استفاده میکنن و رنگ و اونجوری مثلا رقیق تر میکنن. نه، با سه صرف این کار رو انجام بدی بهتره و باعث میشه که روشن کنندگی بهتری داشته باشه. ولی لازم نیست وقتی رنگی داری، وقتی رنگی داری و میخواید، حالا این برمیگرده باز به آموزش ها. شما زمانی که از رنگای تونر میتونید استفاده کنید دیگه لازم نیست شما بچه از سه صرف استفاده کنید. مثل شماره 12، یه 12 بیار، این سه رنگ رو به حد زیادی میتونه برای شما روشن کنه. اصلا سه صرف استفاده اصلیش همینه که دارم میگم و اینم میشه. آره، به جای آب استفاده کنی، رنگ تو از غلظت به رقیق تر تبدیل کنی، به جای آب بهتره. ولی 1/3 باشه. باز من این کارو نمی کنم ولی انجام دادم، نتیجهش از آب بهتره. حالا بعضی این کارو با آب انجام میدن. خب بچه دیگه پرسیدید که خانم فاطمه اکسیدان شماره چند باشه برای ترکیب سه صرف؟ اکسیدان روشن باشه. آها، این سوال خوبیه. مثلا ما میخوام مثل دکوره انجام بدیم، برای ساقا از اکسیدان 9% استفاده میکنیم، ساقه مو، و ریشه رو که آخر سر بعد 30 دقیقه میزنیم، حالا 20 دقیقه 30 دقیقه، حالا تا مکس 20 دقیقه‌تون با 6% بزنید. اوکی، معمولا بعد 30 دقیقه بزنید نتیجه بهتری دارید. ریشه رو با 30% بزنید. همین. بچه سوال تا اینجا دارید بپرسید چون من میخوام برم سراغ سومین موردش. خانم آریراز گفتن که اونجا که فرمودین وقتی استوب کرد روی 5 از فرمول دکوره استفاده میکنیم رو چراشو نفهمیدم. چون که خیلی ساده، چون که سه صرف مثل پودر دکوره است و دکوره حساب میشه. سه صفر ضعیف شده دکوره است. اینجا گفتم دکوره ملایم. اگه توجه کنید گفتم که رنگ سه صرف یک دکوره ملایمه، یعنی ضعیفتره. اوکی، برای همینه که ما عین یک ترکیب رنگ دکوره شده ازش استفاده میکنیم. به همین خاطر مورد سوم، سوال سوم، آماده کردن مو برای پذیرش رنگ اصلی. خب ما ببینید وقتی که ما با سه صرف این کار رو انجام میدیم، خب بعضی موها هست قبلا رنگ شدن، مثلا ساقهشون قبلا رنگ شده و رشد ریشه مثلا چند سانتی داشته. خب به تبع اون جاهایی که ساقایی که قبلا رنگ شده یه ترکیب رنگ میذاریم بیشتر روشنه، هارمونی طور میشه. ولی از سه صرف که استفاده میکنی آسیب کمتری هم نسبت به دکوره داره دیگه، قطعا. چون گفتم که دکوره ملایمه، دکوره قوی نیست مثل پودر دکوره. آسیب خودشو داره، اینو بگم، آسیب خودشو داره، همون مثل دکوره است ولی ضعیفتر، در هر لحاظ ضعیفتر، آسیب کمتر. ولی گفتم که آماده کردن مو برای پذیرش رنگ اصلی، مثلا ساقه مو قبلا رنگ شده و رشد ریشه داشته. خب رشد ریشه یعنی پایش یک دست نیست به ساقه. و شما خود رنگ یک دست داشته باشید باید اختلاف پایه خیلی کم باشه، 1-2 پایه باشه، نه 2-3 پایه باشه. و تو مثلا فکر کنید طرف رشد ریشه داشته، پایه 2 نچراره، بعد رنگی هم قبلا زده، خب مثلا پایش تا 6 و 5 باز شده، مثلا 6. خب نچرال هم بوده، ولی اینو بخوای بزنی برای این که یکی نمیشن. اوکی، یعنی رنگ اصلی دیگه یکی نیست. پذیرش رنگ اصلی
یکی بشه، یک دستر بشه، از سه صرف استفاده کنید. دقیقا بیاید اون قسمت هایی که دو طبیعیه رو از سه صرف استفاده کنید، همون قسمت ها رو فقط. اوکی. پایه‌شون پایه مناسب ازش بگیرید، حداقل پایه 6 رو ازش بگیرید. پایه بالا هم شد مشکلی نیست. برای گفتم مثلا اگه پایه 6 خب میشه پایه 6 ما میشه قرمز، مثلا نارنجی رو از این بگیرید با 3-0 از این دوه و بتونید، والا اختلاف یکی دو پایه واقعا اونقدر مشخص نیست. باید در هر صورت فکر کنید این پایه 2 با 3-0 شده پایه 7 و ساق هم پایه 6 بوده. ما باید پایه 6 در نظر بگیریم. اینو بهتون بگم. پایه 6 که در نظر بگیریم، مثلا همون موکا رو من مثال میزنم دیگه. حالا چون این موکا رو مثال میزنیم، همشون موکا رو مثال بزنیم. خب موکا رو که استفاده کنیم اینجا 6 داشتیم، پایه 6 پایینمون بوده. یه 5 شکلاتی مثلا استفاده میکنم 77. طبق آموزش قبلی گفتم که شما وقتی که از رنگ‌های اکسترا استفاده میکنید انگار یک رنگ قوی تر شده، پس ما میتونیم به جای حتی 5-6 77 استفاده کنیم. 6 1 و 7 11. اوکی. اینجا میتونیم حتی 8 11 بدیم. اینم پوشش میده، مشکلی نیست. یعنی هم 5 رو بردم بالا، هم 7 رو بردم بالا. به جای 5 شد 6 77 و به جای 7 11 شد 8 11. اینجوری هم ازش حساب، این خیلی دقیق تره. مثلا این برای پایه 6 کاملا مناسب. این موکای خیلی خوش رنگ اینجا داریم. بچه این کل آموزش 3-0 همین بود و به غیر از این دیگه چیز دیگه ای نداره. خیلی هم پرکاربرده و یه استفاده دیگه هم داره برای سفیدیش هم گفتم، یه استفاده دیگه هم داره برای از بین بردن رنگ‌های رفله رنگساز. اینم اضافه کنم، دلم نخواست اینم نگم. شما وقتی یک یعنی الان یادم اومد، خدا شد نه اینکه بگید الان یادم اومد. ببین بچه‌ها، مثلا ما یه رفله داریم، کاستگیروسینگ یادتونه توی پی دی اف گذاشتن که لینکشو داخل دیسکریپشن هم میذارم، مال کاستگیروسینگو. گفتم آقا مثلا چطوری باید این رفله‌های سبز رو بگیریم. خب ما اینجا میایم یک زرنگی میکنیم. مثلا ما رفله سبز رو داریم، فقط میخواد سبز رو از بین ببریم، فقط سبز، دیگه نمیخواد کاری دیگه انجام بدیم. کاستگیروسینگ مزایای خودشو داره، استفاده حرفه‌ای‌تر داره که کاملا من آموزشش دادم توی پی دی اف و بعدا هم همینجوری با ویدیو باش ویدیو میسازیم که بهتر متوجه بشید. ببین مثلا ما یه رفله سبز داریم، خب 3-0 رنگو پاک میکنه. سبزو چی از بین میبرد؟ سبز اگه کم باشه، خب مثلا من سبزی کم دارم، از شکلاتی 677 استفاده میکنم به علاوه 2-3 برابرش 3-0، 2 برابرش مثلا 3-0. اوکی. این باعث میشه چی؟ اون سبزی از بین بره. اگر خواستید میتونید این رو رقیق‌تر، آبکی‌تر کنید، یعنی 3-0تون رو بیشتر کنید که این رنگ بیشتر نشینه. به عنوان مثال اولا سعی کنید از خانواده اون رنگ استفاده کنید. اون مثل هم آموزشه بود، خانواده رنگی که رنگساجتون بوده. چه مثلا من آموزش دادم کاملا که چه رنگایی میتونن سبزی رو کم کنن. به عنوان مثال چه رنگایی میتونن سبزی رو خنثی کنن. همه میدونن قرمز میتونه، مسی میتونه، ولی من اینجا یه مثال زدم، مثلا با فرض این که شکلاتی توی رنگساجم مثلا بوده، از 677 مثلا 10 میل استفاده میکنم. اوکی. حالا 2 برابرش، 3 برابرش، 4 برابرش من خیلی آبکی ترش کنم، 4 برابر مثلا 3-0 میریزم. اوکی. 4 برابر 3-0 میریزم. این باعث میشه که چی؟ که اون یه ذره سبزی از بین بره. نه سبزی زیاده. خب از شکلاتی باز استفاده میکنم، مثلا 677 به علاوه یک کم هم مثلا مسی، 1 سانت هم مسی، 1 سانت، 2 سانت، 1 سانت مسی و باز دوباره همین شگرد، یعنی 677. باز از خانوادهش استفاده کردم. چرا بچه این خانوادهش؟ چرا من نهی دارم اصرار میکنم؟ چون بیس رنگ رو عوض نکنه زیاد. اوکی. بیس رنگ نباید عوض بشه. 100% شکلاتی که سبزی نداره بچه.
من ندیدم برندی شکلاتی سبزی داشته باشه و خب واقعا ندیدم ها. برای همینه بچه دارم اصرار میکنم رو خانواده رنگسازتون استفاده کنید. همه میدونن قرمز رو بذاری یا مسی رو خیلی راحت میبره، ولی اینجا سبزی زیاد بود، 1 سانت 2 سانت هم مسی اضافه میکنم باز با همون شگرد. آبکیش کنید مثلا 4 برابرش 3 صرف بریزید، 5 برابرش 3 صرف بریزید. خیلی نه خیلی کم دوست داشتید زیاد آبکی نباشه، رنگ غالب هم باشه، رنگ به قول معروف الانتون که 677 علاوه 3 صفره 2 برابر اضافه کنید. این هم یه نکته طلایی دیگه. خواستید که هر چقدر توجه کنید 3 صفرتون بیشتر باشه میتونه بیشتر رنگتون رو پاک کنه، چون 3 صفر گفتم چیه؟ پاک کننده است. حواستون باشه. برای اینه خیلی خیلی از اساتید دیدم مثلا میان میگن نمیدونم چندین برابر بریزید. این اشتباهه. و رنگو میبره، آره سبزی رو میبره، ولی بیس اصلی رنگت هم میبره. پس نهایتا 4 برابر بچه اضافه کنید. من دیدم که دارم میگم، چند تا اساتید رو دیدم که برای همین دارم بهتون میگم. 3 صفر اسمش با خودشه، کلیره بچه ها، پاک کننده است، کالر ریمووره، هر اسمی که براش بذاریم. پس استفاده بیش از حدش برای رفلای مزاحم میتونه رنگ بیس اسید هم از بین ببره. پس با این ترفند هم خانوادگی که نمیگم بهتون، شما میتونید چه کار کنید؟ نتیجه بهتر و کمتر ریختن 3 صفرتون نتیجه خیلی بهتری بگیرید. اینم بچه واقعا دیگه کلهم آموزش 3 صفر، یعنی چیزی خارج از این دیگه نداره. اگه یادم اومد بعدا حتما اضافه میکنم. گفتید که 3 صفر غیر از اینکه مو رو خوش میکنه چه آسیب دیگه داره؟ آسیبی نداره خانم ساناز. 3 صفر امور رو خوش میکنه. چرا؟ چون که مثل دکوره میمونه. اوکی. و اگه کیفیت 3 صفر و اکسیدانتون خوب باشه کمتر مو خوش میشه. اینم بستگی داره. اینم بهتون بگم. دقیقاً گفتم که عین دکور است، هیچ فرقی نداره بچه، هیچ گونه فرقی نداره واقعا. خانم آریناز گفتن به جاش میشه پایه رو ببریم بالا، مثلا به جای 677 و 3 صفر 1077 استفاده کنیم. خود 1077 قدرتی نداره زیاد. 677 قوی ترین روشنه. اوکی. مثلا 7 و اینا دیگه میشن کاراملی. من توی پی دی اف اینا رو گفتم، توی آموزش رنگ اینا رو گفتم، میشه کاراملی کم کم، یا رو به کاهی میره، کنفی میره دیگه. اون قهوه‌ای رو نداریم. تا جایی ما میتونیم استفاده کنیم که اون قهوه‌ای رو بتونه سبزی رو برامون خنثی کنه. پس 6 و 77 اتفاقا روشن ترین رنگیه که ما میتونیم براش استفاده کنیم. خانم فاطمه گفتن میتونیم برای موی که رنگ مشکی گذاشته همون لحظه پشیمون شد با 3 صفر. نه، نتیجه خوبی نداره برای مشکی. 3 صفر نتیجه مطلوبی روی مشکی نداره. ملایمه دیگه، قدرتش کمه. مشکی میتونه ببره ولی باز بر میگرده. مشکی تا یه حدودی میتونه ببره ولی باز توی رنگتون میاد. اصلا استفاده نکنید. یه لحظه گول دهنده است، فکر میکنی برده ولی رنگو بر میگردونه. مشکی خیلی قویه، دکوپاژ کنید. مشکی حتی با رنگ مثل با ریموور هم به زور میره، مگه ریموور خیلی برند خوبی باشه و به قول معروف خیلی اذیت کننده است مشکی. در کل همون دکوپاژ منظورم دکوره است دیگه، پود با اکسیدان استفاده کنید. من بچه معلومه که سوال دیگه ندارید، خدا رو شکر. ایشالله که آموزش به درتون خورده باشه. تا آموزش بعدی مراقب خودتون باشید، حال دلتون ایشالله خوب باشه. فعلا با اجازه، شبتون بخیر.